تیتر جنجالی که همه رو شوکه کرده. بهترین پادزهر درد اونایی که آرتروز دارن، کمر درد دارن، گردن درد دارن، زانو درد دارن، مفصل درد دارن، ببین یه روغنه فقط به مال همون جایی که درد میکنه رو ماساژ بده. توی 21 روز کلا دیگه درد از بدنت فراموش میشه. بعد پاشو بودو مثلا یه کوه دربندو بگی برو بالا، دارابادو بگی برو، درکه رو بودو برو، مثلا نمیدونی چی. آقا این خیلی خوبه خدا وکیلی، این درد نداره. الان کامل دردتون افتاد. جفتش دانوام درد نداره. دست میزدم درد میگیره ولی درد نداره اصلا. دستم میزون شد. نه واقعا درد میندازه، واقعا درد میندازه. اصلا شفا بخش معجزه است. بگیرید برای خانواده‌تون، برای خودتون. چرا تغییر کرد؟ خیلی دیدن از 0 تا 100 چند درصد؟ والا الان اصلا درد نداره. چه تاثیری میشه؟ الان آرومه. از 1 تا 10 چه امتیاز بهش میدید؟ 9 میدم. این واقعیت داره ها، باور کنید. ما بشیم راه نمیتونست بره. زنده باشی. زنده باشی. خدا رو شکر. دردش ساکت شده. الان دیگه اصلا درد نداره؟ نه. یعنی روغن هلکسیر که زدیم کامل دردش افتاد. آره. کافیه یک هفته فقط 5 دقیقه اون محدوده که درد میکنه رو ماساژ بدی باهاش. درد و از بدنت اصلا بنداز دور. ظرف 30 ثانیه دردم انداخته. چند درصد بهتر شدی؟ 100%. حالا اوکی. آره واقعا مجزم کنین. یعنی تضمینی درداتون رو درمان میکنه، نه کنترل.